سیاست‌های مغرضانه‌ای که امروز در دنیا علیه ملت‌ها به کار میره. سعی می‌شود مسائل مربوط به فلسطین به فراموشی سپرده. نباید اجازه بدن ملت‌های مسلمان، نباید اجازه بدن. با شایعه‌های گوناگون، با حرف‌های گوناگون، با پیش آوردن مسائل جدید، حرف‌های جدید بی ربط، بی معنی، سعی می‌کنن ذهن‌ها رو از مسئله فلسطین منصرف کنن. ذهن‌ها نباید از مسئله فلسطین منصرف بشه. جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه، در فلسطین انجام می‌دهد چیزی نیست که قابل صرف نظر کردن باشه. همه دنیا باید در مقابلش بایستن. هم در مقابل خود رژیم صهیونیستی بایستن، هم در مقابل حامیان رژیم صهیونیستی بایستن. بله، تشخیص شما تشخیص درستی است. آمریکایی‌ها به معنای واقعی کلمه حمایت میکنن. حالا در عالم سیاست حرفایی زده میشه، چیزایی گفته میشه که ممکنه خلاف این رو به ذهنها متبادر کنه، اما واقعیت قضیه این نیست. واقعیت این است که ملت مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه امروز فقط با رژیم صهیونیستی روبرو نیستن، با آمریکا روبروان، با انگلیس روبروان.